سلام، امیدوارم که خوب باشین. با اولین جلسه کلاس اقتصاد در خدمتتونم. توی این جلسه میخوایم بریم سراغ درس اول، کسب و کار و کارآفرینی. یه سری موارد هست توی این درس که خیلی مهمه که نکاتش رو بدونید. من تقسیم بندی کردم و میخوایم دونه دونه به هر کدوم بپردازیم. توی قسمت اول میخوایم بریم سراغ کسب و کارهایی که توی ایران هستن. توی قسمت بعدی میخوایم در مورد کارآفرینی صحبت بکنیم که یک بحث طولانی و مفصله. در ادامه میخوایم بریم سراغ راه‌های رسیدن به درآمدهای نامشروع و در مرحله آخر هم میریم در مورد هزینه‌های تولید، درآمد و سود صحبت میکنیم و بعد میریم تمام مسئله هاشو از ساده به سخت حل میکنیم. خب اول بریم سراغ همون کسب و کارهایی که توی ایران هستن. ببینید ما توی کشورمون خیلی شرکت ثبت میشه. طبق گفته کتاب سالانه بیش از 100,000 شرکت ثبت میشه که خب عدد زیادیه برای یک سال. اما آیا تمام کسانی که ثبت شرکت میکنن و تصمیم میگیرن که یک کار رو شروع بکنن موفق میشن؟ نه، نمیشن، چون کار راحتی نیستش. واقعیت اینه که این کسب و کارا وقتی کارشون رو شروع میکنن فقط نصفشون میتونن از 6 سالگی عبور بکنن و بقیهشون شکست میخورن. اما با وجود این احتمال شکست، با وجود اینکه میدونن ممکنه موفق نشن، این کار رو شروع میکنن. چرا؟ چون دارن کار تولیدی انجام میدن، نیازهای مردم رو رفع میکنن و خب مهمترین انگیزه اینه که برای خودشون و دیگران سود کسب میکنن. پس با وجود ریسکی که ثبت شرکت و شروع یک کسب و کار داره، این افراد میان این کار رو انجام میدن. این نکاتی بود که در مورد کسب و کارها باید بدونید. اما مسئله بعدی بحث کارآفریناست. در مورد کارآفرینا شما باید یک کارآفرین رو بشناسید، بدونید که کیه، انگیزش چیه و بعد بدونید که چه فرقی با بقیه آدما میکنه. مثلا یک کارآفرین و یک کارمند چه فرقی داره، ویژگی‌هاش رو بشناسید به طور کامل و بعد هم می‌خوایم بیایم در مورد این صحبت بکنیم که ویژگی‌های مشترک کارآفرینان موفق چیه. در ابتدا همونجور که اشاره کردیم، کارآفرین انگیزش برای شروع یک فعالیت اقتصادی سوده. پس مهمترین انگیزه موفقیت و سودآوریه. حالا یه نکته دیگه در مورد کارآفرین اینه که کارآفرین از اول کارآفرین نبوده، یعنی چشمش رو باز نکرده کارآفرین باشه. در واقع در گذر زمان و سنجش ظرفیت‌های موجود و شرایطی که دور و برش بوده تصمیم گرفته که از سطوح ابتدایی خودش رو برسونه به درجه‌های بالا. پس نیازه که این آدم نوآور باشه و خطرپذیر. چون اگه نوآور نباشه چه کار جدیدی میخواد ارائه بده؟ چه چیز جدیدی داره که با بقیه فرق بکنه؟ اگر خطرپذیر نباشه حاضر نیستش که ریسک کنه و سرمایه و دارایی خودش رو اختصاص بده به کاری که نمیدونه آیندهش چی میشه. پس تفاوتش با بقیه اینه که بینش داره، شجاعت داره و ایده های خودش رو به کسب و کار سودآور تبدیل میکنه. علاوه بر اینا کارآفرین باید چند تا ویژگی دیگه هم داشته باشه. یکی این که مهارت‌های ابتکار عمل رو داشته باشه، دو این که بتونه تلاش بکنه و کار زیاد انجام بده، سه این که آگاهی و دانش زیاد داشته باشه و چهار این که توانایی‌های مالی لازم رو داشته باشه. چرا باید مهارت و ابتکار عمل داشته باشه؟ برای اینکه بتونه با اون مهارت و ابتکار عمل خودش عوامل رو کنار هم قرار بده و تولید بکنه. چرا باید تلاش بکنه؟ چرا باید کار زیاد بکنه؟ برای اینکه بتونه کسب و کار رو زنده نگه داره. برای این چی آگاهی و دانش میخواد کارآفرین؟
برای اینکه بتونه تصمیمات مناسبی بگیره در مورد اینکه چه محصولی تولید بشه، قیمت‌ها چجوری گذاشته بشن، تبلیغات به چه شکل باشه و چه کسانی استخدام بشن. اگر دانش نداشته باشه و ندونه مثلا چجوری تو دنیای تبلیغات میشه یک تبلیغ موثر و خوب داشت، اینکه ندونه چجوری باید قیمت بذاره تا مصرف کننده و تقاضا کننده بیان محصولش رو بخرن، خب ممکنه که کسب و کارش با شکست مواجه بشه. و در آخر گفتیم که توانایی مالی لازمه. چرا؟ چون وقتی کارآفرین شروع به کار میکنه یه سری آدم رو استخدام میکنه که بیان این فعالیت رو پیش ببرن و جلو ببرن. خب اونا که نمیتونن مجانی کار بکنن، باید یک دستمزد یا حقوقی بهشون اختصاص داده بشه. پس در ابتدا به یک سرمایه حتما احتیاجه. این تمام چیزی بود که یک کارآفرین میخواست داشته باشه، یعنی باید داشته باشه. گفتیم که یک فردی وقتی میخواد تصمیم بگیره کارآفرین بشه اینا رو باید داشته باشه. اما گفتیم که الان بیش از نیمی از کسب و کارها نمیتونن از 6 سالگی عبور بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه نتونستن توی کار خودشون موفق بشن. برای همین اونایی که میتونن از 6 سالگی عبور کنن و به سرانجام برسونن کار رو، یه فرقی با بقیه دارن، اونا موفق ترن. حالا ویژگی و موفقات چیه؟ اینه که تیزبینن، نوآورن، ریسک پذیرن، خوشبینن، پرانگیزن، یادگیرندن و سازمان دهنده. 7 ویژگی رو کارآفرینای موفق دارن که شما باید تعریف اینا رو تک به تک بلد باشین. چرا؟ چون مثلا توی تست کنکور ممکنه بیاد بگی که خب کارآفرین تیزبین فردیه که مثلا ایده ها رو به محصولات جدید، فرآیندها و یا کسب و کارهای جدید تبدیل میکنه. خب ببین این اصلا تعریف تیزبین نیست. من میدونم کارآفرین موفق باید تیزبین باشه. اون تعریفی هم که گفتیم تعریف یکی از ویژگی های کارآفرین موفق داره نوآوری رو میگه. ولی اگه تک به تک ندونیم هر کدوم تعریف مال کدوم یکیه ممکنه که اشتباه بکنیم. برای همین بهتره که کد بذاریم تا متوجه بشیم که وقتی میگیم تیزبین داره میگه فرصت های کسب و کار رو وقتی بقیه متوجهش نیستن ببینه. حالا بریم دونه دونه براشون کد بذاریم تا تو ذهنمون بهتر بمونن. خب اولی تیزبینه دیگه. تنها تعریفی که توی این چند تا داره میگه دیدن و میبینن صحبت میکنه تیزبینه. پس هر وقت آخر جمله میبینند و دیدیم این علامتیه برای تیزبین. تیزبین میبینن. بعدی نوآوریه. خب نوآوری، نو، تازه، جدید. تنها تعریفی که 2 بار جدید رو آورده نوآوره. بنابراین وقتی نوآور رو دیدیم باید بریم دنبال 2 تا جدید تو جمله بگردیم. چرا میگم 2 تا جدید؟ چون بعدی که ریسک پذیرم جدید رو داره. اما با حواستمون باشه دیگه، یه وقتایی میاد تعریف ریسک پذیر رو مینویسه میذاره جلوی نوآور. باید حواستمون باشه که ما وقتی میگیم نوآور دنبال 2 تا جدید میگردیم. خب کسی که ریسک میکنه، حالا کسی که ریسک میکنه شجاعه یا ترسو؟ قطعا شجاعه. پس شجاعت رو میذاریم کلید واژه بعدیمون که ما رو میرسونه به ریسک پذیری. اگه ندیدیمش میگیم که خب این تعریف ریسک پذیر نیستش. ویژگی بعدیمون خوشبینه. بچه‌ها کارآفرینا علاوه بر این که واقع بینن، از طرف دیگه دلشون گرمه که موفق میشن. پس خوشبینو که دیدیم اول دنبال متضادش میگردیم واقع بین، بعدم دلگرمی. دیدیم میگن دلت خوشه. این دلت خوشه میاد یه ارتباطی بین خوشبین و دلگرم ایجاد میکنه تا ما یادمون باشه که هر وقت دلگرم رو دیدیم و دنبال خوشبین بگردیم، هر وقت خوشبین رو دیدیم هم دنبال دلگرم. ویژگی بعدی پرانگیزه هستش. نظم، انضباط، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله. نگاه کنید این پرانگیزه پ داره، این پایداری هم پ داره، فقط پ اینجا هستش. خب مورد بعدی یادگیرنده است.
کسی که خودش رو با شرایط بازار وفق میده، داره یاد میگیره قطعا، چون الان تمام کسب و کارها آنلاین شدن. اگر یکی بخواد اصرار بکنه که به همون سبک قدیمی کار رو به پیش ببره و انجام بده، یعنی ویژگی یادگیرندگی رو نداره، نمیخواد یاد بگیره که کسب و کارها باید به سمت آنلاین شدن حرکت بکنن. پس آموختن و یاد گرفتن. پس وقتی میآموزد رو دیدیم میفهمیم داره راجع به یادگیرنده صحبت میکنه. آخری هم که سازمان دهنده است، کسی که منابع رو به شکل کارا مدیریت و هماهنگ میکنه. هر وقت هماهنگ رو دیدیم میریم داره راجع به سازمان دهنده صحبت میکنه. خب بخش بعدی توی کتابمون در مورد سود و زیانه، اما اونو میذاریم توی بخش جدا. اول میریم سراغ راه‌های رسیدن به درآمد نامشروع. ببینیم اینا چی هن. اولی استفاده از رانت. بچه رانت یعنی چی؟ یعنی شما به خاطر یک موقعیتی که داری و به خاطر اینکه اون موقعیت واسه همه وجود نداره میتونی به یک درآمدی برسی. این در حالیه که این موقعیت واسه بقیه وجود نداره. گفتیم دیگه مثلا یک پارتی، یک رابطه وجود داره، میتونی از اون راه و از اون موقعیت مجزا یک کسب درآمدی بکنی در حالی که اون درآمد حلال نیست. مثلا شما اگر یک وام چند میلیاردی بگیری و هیچ بهره‌ای تعلق نگیره به اون وام و مدت زمان بازگشتش هم اصلا خیلی طولانی باشه، داری از رانت استفاده میکنی. خب مردم عادی نمیتونن از همچین وامی با همچین بهره‌ای و با این شرایط بازپرداخت استفاده بکنن. پس این رانته. دو اینکه ارزون بخری و گرون بفروشی. سه انحصار خرید فروش برخی از کالا هستش. انحصار اصلا یعنی چی؟ ببین وقتی شما بیای یک قوانینی بذاری و به واسطه اون قوانین فقط یک فروشنده برای اون کالا وجود داشته باشه، خب اون فروشنده میتونه هر چقدر که میخواد قیمت رو ببره بالا. خب چون همون یه دونه وجود داره، مصرف کننده مجبوره که از اون خرید بکنه و هر قیمتی هم بذاره ازش میخره. درآمدی که از این راه به دست میاد نامشروعه. مورد بعدی احتکاره. احتکار یعنی چی؟ یعنی که شما یک چیزی رو بخری و ببینی داره گرون میشه، نگه داری تو انبار، صبر کنی گرون بشه، قیمتش که رفت بالا اون وقت میفروشیش. مورد بعدی تولید و انتشار کتاب‌ها یا فیلم‌های مبتذل و غیر اخلاقی. مورد ششم فریب مشتری. هفتم رشوه دادن و رشوه گرفتن. و مورد هشتم رباخواری. رباخواری یعنی چی؟ یعنی مثلا من پولی احتیاج دارم، تو من میگی من این پولو بهت میدم در عوض اینکه مثلا چند وقتی 2 برابر به من اون پولو برگردونی. یعنی وقتی شما هیچ مشارکتی توی کار نداری، اصلا حاضر نیستی که زیان اون کار رو بپذیری، صرفا میگی تو هر کاری کردی فقط پولو 2 برابر به من برگردون، به این میگن ربا. مورد آخر هم کم فروشه. یعنی چه جوری؟ یعنی مثلا میری سبزی فروشی، میگی 1 کیلو سبزی به من بده، از اون 1 کیلو نیم کیلوش گله. خب اون داره کم فروشی میکنه و یک درآمد نامشروع هست. خب این قسمت تموم شد. قسمت بعدی میخوایم بریم به طور خاص در مورد درآمد، هزینه و سود صحبت بکنیم و بعدش هم مسائلش رو حل بکنیم. با من همراه باشید.